السلام علیکم بیننده های ارجمند. در سیمای مستقل یکم برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان منظور شماست و در صحبت ما چون همیشگی استاد ارجمندی ما حاجی میرزا عبادالله کلانزاده امام خطیب مسجد جامع نور اسلامی شهر خواجند. استاد خوش آمدید میگویم. هر یک روند زندگی خب ما میبینیم، مشاهده میکنیم و با آن روند زندگی خود را مطابق میسازیم. حتی اگر برنامه های کامپیوتری، اگر به تکنولوژی زمانی معاصر اگر توجه کنیم، همه آن تکنیک و تکنولوژی برنامه های کاری خود را دارد. یک سوال به میان میآید که آیا انسان نیز برنامه کاری خود، برنامه زندگی خود را دارد؟ اگر ها، آن کدام برنامه است؟ از روی کدام دستور؟ از روی کدام آن برنامه‌ای که ما این میخواهیم در مورد عائله دار شدن و عائله بنیاد کردن و اون رو پایدار نگاه داشتن صحبت داریم و موضوع امروزی صحبت ما برنامه زندگی برای عائله های جوان عنوان گرفته است. و استاد من چون سخن از برنامه آغاز کردیم، اصلا برنامه دستور یا راهنما یک چیزی که ما از روی وای زندگی خودمون میسازیم. مثلا برنامه بهترین برای آن نفری که هوشمند است این پدر و مادرش است. پیش از همه اون رفتار و کرداری که ما از برنامه قبلی گفتیم که در مورد نقش مرد در عائله سخن رفت، گفتیم که نقش مرد در عائله آنقدر مهم است که هر چیزی که مثلا فرزندان میبینن برای خودشون نسخه برداری میکنن و اون حتما روزی میشود که چون آینه بازتاب خود رو نشان میدهد که آن چیزی ما کشتیم حتما همان رو میدرویم. استاد من میخواستم خودی همین مفهومی برنامه زندگی رو برای عائله های جوان، من خودی برنامه زندگی رو میخواستم مختصر شرح میدادید. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عائله زندگی برای جوانان چی صورت دارد؟ بله. وقتی که پدر و مادر فرزندان به بلاغت میرسند و آرزوی خانه‌دار کردن آنها میشوند، آنها با یک جهان آرزو به این تیاری میبینند. وقتی که به سن و سال عائله داری میرسد، به فکر من به میان آوردن یا حاضر کردن، مجهز کردن یک خانه با ترتیبات امروزه و طلبات زمانوی همه چیز را تیار کردن، این یک قسمی مادی حیات ما هست. بگذار در خانه آشخانه خوب داشته باشند، سر و لباس خوب داشته باشند، جهازها میبل‌های خوب داشته باشند، حمام‌های خوب داشته باشند، بگذار. لیکن حیات فقط به این چیز تکیه نمی کند. این یک قسمتی زمینی هست. انسان از دو عنصر عبارت است، یکی روح، دیگری جسم. ما جسم را پوره تأمین کردیم، اما برنامه روحانی اون را چی؟ برنامه عائله جوان، زن، شوهر، در یک شب آنها به یک رول دیگر، به یک وظیفه دیگر میگذرند. یکی دخترک بود، کلین شد، همسر شد، زن شد. دیگری یک جوان بود، داماد شد، مرد شد، شوهر شد. بله. خب اینها آیا وظیفه های نوبتی در حیات خود میدانند یا نمیدانند؟ پس ما درباره همین برنامه عائله های جوان اگر درست باشد نامگذاری کنیم. بله. این این برنامه را کی میدهد؟ کی میدهد؟ چگونه میدهد؟ بله. پس این مسئله جوهری، بله. محوری زندگی هست. به خاطر آنکه امروز ببینید همه عائله های جوان شرایطی بسیار خوبی زندگی دارند. پدر و مادر جان فدا برای فرزند خودش نمیخورد، نمیپوشد، اما خانه کلین و داماد را آنقدر تجهیز میکنن، آنقدر آماده میکنن که بهترین چیزهای
زمانوی را برای آنها مهیا می سازند. از طرف دیگر این دو جوان به راهی مستقلانه حیات عائلوی می برایند و این راه به کجا می برد؟ گجا پستی دارد، گجا بلندی دارد، گجا نشیبی دارد، کجا کج می شود، راست می شود نمی دانند. آنها دو نفر به راه می برایند، اما در دست نه یک خریطه راه دارند، نشاندادها دارند، راهنمایی ندارند، یعنی برنامه زندگی ندارند و فقط آن را دارند که از پدر و مادر دیدند و آموختند. و این آموختن آنها یا دیدن آنها مثبت بود، منفی بود، این به عائله خودشان وابسته بود. لیکن از جانب پدر و مادر برنامه زندگی این دو جوان تا امروز به طور مکمل تعلیم داده نمی شود. ما وقتی که توی میکنیم حتی به نوعی برنج، سبزی، قند و شیرینی ها در کدام مهمانخانه باید بزم گذارانیم، توی گذارانیم، کدام آشپز باید آشپزد، کدام صنعتکار باید اشتراک کند، همه این مسئله ها پیش از توی از نقطه نظری بسیار هم خوب گذشتنی چاره‌بینی تویانه تشکیلی کار می شود. و اگر یک سوال به پدر و مادری کلین یا داماد دهید که آیا به فرزندتان شما برنامه زندگی آینده آنها را گفتید یا نوشتید یا یک کتاب تقدیم کردید یا ساعت صحبت کردید، اکثری پدر و مادر بجز آنکه بچم نقص زندگانی کن، معامله نقص کن، خدمت شوهرت کن، مثلا پدر و مادر دعا شگیر، از این چند جمله ها زیاده نگفتند. پس ما درباره برنامه زندگی عائلوی، عائله جوان باید تفکر کنیم و بفهمیم که آن چی است. وظیفه شوهر چی است؟ وظیفه زن چی است؟ در برنامه وظیفه ها باید تقسیم کرده شود و این را نه وظیفه پدر و مادر خود، بلکه وظیفه مقدس شوهر چی است و وظیفه مقدس زن چی است. چون پدران و مادران ما خوب هستند، ما آنها را دوست می داریم، لیکن به چارچوبه این ارزش ها رعایت کردن نکردن این به هر یک عائله وابسته است. بنابر همین حتما امروز باید این برنامه زندگی را از جانب پدران و مادران پیش از ازدواج کردن تعلیم داده شود. بله استاد، واقعا بسیار یک نکته خیلی مهم این درد جامعه امروزی ما هست که چون یک قصه که یک نفر جوان که سالهای زیاد در مکتب عالی خارجه در یک مکتب های اروپا تحصیل دیده است و آمده است میخواهد خانه‌دار شود و والدانش میگوید که اینقدر ما رو ضیق میکند، عروس انتخاب میکند. چون با جوان هم صحبت شدم، میگوید میدانید برای من اون نفری لازم است که مرا فهمیده تواند و من او را فهمیده توانم. مثلا اگر فهمش های ما خیلی فاصله اش دراز باشد، گویی من وی درست درک کردن نمیتوانم، شاید من زندگی کردن نتوانم. یعنی من فکر میکنم چیزی که از برنامه زندگی گفتیم، لیکن اون جوان در خارج تحصیل دیده است، در اون مکتب اروپا که مثلا شاید اون مکتب اروپا از جامعه سنتی ما دور است، لیکن مثلا وی برای خودش همین ارزش نهاده است، گفته است که من باید انتخاب کنم که مرا فهمد. و مثلا والدان چیزی که شما اینجا گفتید دوستان در موردی گاه ارزش رو و خوشبختی رو در جهاز میبینن، مادیات. واقعا برنامه توی رو تهیه میکنیم، برنامه زندگی از برنامه زندگی کمتر فکر میکنیم و اون رقم هایی که واقعا همیشگی وقتی اون صدا میدهد شما رقم های عمری جداشوی عائله ها، پس اون هر یک رقم جدا شده تقدیر انسان میستد. اگر اون عائله کودک داشته باشد تقدیر تلخ کودکایی و چی میگوید زنده جدا میستد که بسیار درد و تلخ است، دردآور است. استاد من میخواستم نظر شما رو در همین مورد که مثلا من میخواستم نظر شما رو پرسیده باشم که چون
کمبودی برنامه زندگی سبب می شود گویم آغاز و زینه های دیگر میره تا فروپاشی عائله. همینطور است استاد؟ بله. یعنی تأمین مادی حیات این اصلی وجودی عائله خوشبخت نیست. بله. ما این را در تاریخ گذشتگان خود مثال آورده می توانیم. زمانهای جنگ، زمانهای پیش از جنگ، زمانهای قحطی، دیگرگونی‌های زمانوی، با وجودی آنکه یک برده نان داشتند اما خوشبخت بودند. چون آنها زندگی خود را، بخت خود را در فهمش یکدیگر، احترام یکدیگر، یک برده نان راحتی جان، اما این برده نان با برکات بود. زندگی خوش بود. آنها آستانه خود را پاک نگه می داشتند. یعنی یک فرهنگی و برنامه زندگی گذشتگان ما برای ما نمونه هست. لیکن با مرور زمان افسوس دیگرگونی های جامعه شد تا به زمان استقلالیت ما زینه های گوناگون حیات را گذشتیم و البته تأثیری جهانی شوی هم چخیلی که گفتید در مد نظر هست، تأثیری مستقیم دارد. بله. و فرهنگ ملی اگر حمایه کرده نشود، فهمیده نشود، درک کرده نشود، از جانب کلانسالان فهمانیده نشود، آنگاه جوانان میگردند به فرهنگ بیگانه پرستی، چی در ظاهر و چی در باطن. بله. چی در لباس، چی در برنامه زندگی عملی آنها. بله. بنابر همین وقتی که در خارج میبیند آغازی هم جایه، هم یعنی زندگی یک جایشان نبود. بله. آنها چی فکر میکردن که وقتی که شوهر میبرایند ممکن یگان فیلم های غرب یا ترکیه یا هندوستان را دیده یک چهره آبرزی آنها را به خود تصور کرده باشند. بله. که زندگی باید این خیل باشد. زندگی بلهوسانه گویا. بلهوسانه. یا مرد یک به خود کیناهای غرب را دیده است یا یک کتاب‌های خوانده است که او می‌خواهد که همون خیل زندگی کند. ما تاجیک هستیم، اهل ایمان هستیم. در ما و خوشبختی ما آن هست که ما برنامه زندگی را داریم. فقط از آن باید آگاه باشیم. بغیر از برنامه زندگی پدر و مادر که ما آن را در طول زندگی آمان دیده آمده ایم، باز چیزهای زیادی بوده است. بله. که با شرافت استقلالیت با ما از مضمون سخن شما برمیاد که واقعا برنامه زندگی این در پایه تعلیم گرفتن، یعنی خواندن، از میراث نیاگان بهره برداشتن. استاد یک چیز مشاهده میکنید، مثلا عادتا ما در زادروز همدیگر یگان چیز تحفه میبریم از مادیات، چیزی که مثلا گرفتیم، فرض کنیم یگان چیزی زیبا، یگان مصوری زیبا، یگان چیزی که از دیدن و اون دوستی ما، اون صاحب جشن خرسند می شود. لیکن من کم مشاهده میکنم نفرانی که به همدیگر در زادروزشون کتابی پر ارزش تحفه کنن. استاد سخن درباره کتاب میرود، درباره خواندن میرود استاد، که یعنی من فکر میکنم علت اساسی در نخواندن است، در گویا معرفتی پست است. چون معرفت پست شد ارزش دیگر توپ میخورد، یعنی ارزش بیشتر به مادیات، چیزی که گفتیم از برنامه‌های قبلی. مثلا جایی که مثلا ما نمیفهمیم که چگونه غذا خوریم، به غذا بیشتر توجه میکنیم، چون وای از خوردن وای تنی ما راحت میکند. استاد نقش والدان، چون سخن از تعلیم گفتیم، یعنی تعلیم دهنده اگر والدان کتاب خوانده باشند، بهره‌ور باشند از میراث نیاگان، همیشه که مثلا گفته برنامه زندگی فرزندان خودشان رو از روی خوانده و تجربه های از والدانشان گرفته تهیه میکنند. یعنی برنامه زندگی این همون شبیه توی دو کتاب تحفه نمیکند، یعنی این برنامه زندگی که استاد دراز مدت است که مثلا فاصله 18 سالی که دختر کلان یا پسر کلان شد تهیه میشود. انا همین نقش والدان رو من میخواستم از شما پرسم که چون وقت عادتا پاشخوری اویلا، چون جوانان تجربه زندگی، برنامه زندگی ندارند،
وقتی یک مشکلی رو عمده بازگو میکنن، والدان همیشه جلوی مناسبت رو به دست میگیرن. اون طرف است، اون طرف کاری من. یعنی این به آن آورده میساند که در نتیجه انا همون پیش اوچه های ما میگفتن که جنجالی مثلا زن و شوهر به هیچ دخالت نکند. کلان سال به خاطر آنه که اگر جنجالی زن و شوهر به آستانه در خانه میخندند، یعنی بعد یک لحظه آنها مراسم میکنند، لیکن در این حالت بیشتری جنجال اویلوی ها در همون حالت بسیار سخت پیچیده میشد که اگر کلان سالو دخالت کنند. کلان سال کیست؟ یعنی والدان آنها. من میخواستم نظر شما رو در این مورد پرسیده باشم استاد. نقش پدر و مادر در این موضوع برنامه عائله داری یکی از نقش های مهمترین هست. بله. چون مناسبت زن و شوهر در جامعه مثلا از عائله دیده پرزورتر نیست. بله. چون خانه در و روزگار دیگ و طبق در خانه می شود. بله. اون مناسبتی که در خانه می شود بسیار مهم هست و فرزندان یگانه نقطه‌ای که تعلیم تربیه‌ای برنامه زندگی را میگیرند این خانه خودشان هست. بله. و ببینید ما خود کلان سالا بسیار نقصان داریم. اگرچه غرب مسلمان نیست اما بعضی عملهایشان از اسلام هست. مثلا مشکلی در عائله پیدا میشد بین زن و شوهر. آنها نزد کودک بحث و مناظره نمی کنند. بله. عائله هایی که فرهنگ خوب دارند این بحث و مناظره رو در خانه علاهیده جراحت روانی نگیرد کودک، ولی تربیه میگیرد. حتی طرزی سخن گفتن، طرزی نگاه کردن، طرزی جواب دادن مادران و پدران، زنها و شوهرهایشان. فکر نکنیم که این کودک هیچ چیز را نمیفهمد. این چنان زیرک هست که در همون کودکیش نگاه شما، چهره شما نسبت یکدیگر بهاگیری میتواند. و وقتی که ما در نزد کودکان تمام هنرهایی در ناخنک خود را نشان میدهیم، حتما این چیز اگرچه بعد آن میگویید که این کار را نکن، حتما جای خود را مییابد، حاصل خود را میدهد. به خاطر این برنامه عائله جوان را ما پیش از توی باید یک بار دیگر که در طول 18-20 سال فرض کردیم خوب تعلیم دادیم، باز یک بار دیگر تکرار کنیم. اگر خطاها داشته باشیم فرزندا را شنانیم، دختر پسر را شنانیم و اگر چی وزنین هست بگوییم بچم ما با مادری تو همین قدر زندگی کردیم، تجربه پیدا کردیم، در این مدت شاید در آوانی کودکی تو بعضی حالت ها شد که من با مادرت نادرست رفتار کردم، این عیب من بود، این کمبودی من بود. و مادر هم بگوید به دختر که دخترم در مدت زندگی ما تا تو 18 ساله 20 ساله شدی روزهایی بود که شاید من نسبت پدرت معامله نادرست کرده بودم، این را تکرار نکن. من میدانم که تو این را دیده بودی و در تفکری تو این جای دارد، اما به خاطر آنکه عائلت آستانه‌ات تنج باشد، حیاتت شیرین باشد، با این قدر آرزوی هوس توی کرده ایستاده ایم، خانه‌دار شده ایستاده، این کمبودی های ما را بناگاه تکرار نکن. برای این شجاعت لازم است، لیکن به خاطر خوشبختی فرزند می ارزد. بله درست می ارزد و خوشا که اگر این جوان ها این نصیحت های پدر و مادر را حلقه برگوش کنند و حیات خود را به این کمبودی ها دوام دهند، آنگاه ببینید نه عائله جدا می شود، نه زندگی تلخ، نه فرزندان زنده یتیم می مانند. همین قدر بنابر همین پدر و مادر در برابر آماده کردن قسمت مادی حیات فرزند و توی و سر و خرسندی باید به برنامه زندگی عائله جوان توجه علاهیده دهند و فرصت پیدا کنند که
اگرچه گاه وزنین باشد، تلخ باشد، از نقصانهای خودمون، کمبودی های زندگی خودمون که افسوس فرزندان آنها را دیده مانده بودند یا گاه حاضر هم میبینند، از این چیز باید با طور کشاد دلسوزانه به فرزند گفته داده شود که این کمبودی های ما بود و شما نباید این را تکرار کنید. چنان گوییم، چنان دلسوزانه گوییم که فرزندان قبول کنند، دانند که در این معامله ها همان یک ریشه بدبختی جایگیر شده است که حیات ویران می شود، عائله ویران می شود و می ارزد. چون ما می خواهیم که فرزندانمان کوشه پیر شوند تا به آخر همسر و زندگی عائله فرزنددار شوند. کدام پدر و مادر می خواهد که بعد 1 سال 2 سال توی فرزندش جداگی به میان آید؟ و به این چیز اگر ما امروز توجه خاصه کنیم، خداوند یارمون می شود. تشکر زیاد استاد، تشکر زیاد برای واقعا این سخنهای بسیار پرمضمون و با حکمت، به خاطر آنه که این هر یک نفر بیننده هوشمندی ما از این صحبت ما البته برای خود معنی های درکاری را کسب میکنند، زیرا خب زندگی انسان به مانند یک زنجیر است که مثلا رفتند و رویم باز آیند و روند و در این فاصله بودن زیستن میباید و زیستن طوری باید که شایسته زندگی انسانی باشد. استاد برای اشتراکتان عرض سپاس، تشکر زیاد. و بیننده های ارجمند، این برنامه ما تنها با این موضوع اکتفا نمی کند، چون برنامه زندگی عائله های جوان گفتیم اگر دستور زندگی مکمل با خود گیرند، حتما اون عائله سال دیگر چون فرزند به دنیا می آید، حتما از روی اون دستور و برنامه زندگی خود می توانند که فرزند خودشان را تربیت داده باشند. و تربیت فرزند در عائله برنامه های من بعدی ما که اونجا نیز استاد بازم سخنهای پرحکمت خود را برای ما و شما ارزانی می دارند و اینجا فرصتی برنامه ما به پایان می رسد. تا برنامه نوبتی، خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.